خب دوستان، امروز میخوام یه اردک درست کنیم رستد شده توی فرم. حالا بهتون نشون میدم. این فرمونم از 25 دقیقه قبل 180 درجه گذاشتیم داغ شده. خب دوستان، ما اردکمون تقریبا پخته. یک ساعت دیگه باید بذارم. یک ساعت اونجا بوده، دوره یک ساعت دیگه باشه. یه مقدار دیگه از این انگور من به این اضافه میکنم. انگور بدون هسته باید باشه حتما. انگور با هسته اگر بریزید کاملا تلخ میشه. خب این مقداری دیگه از این پیاز من اضافه میکنم تو این مرحله، چون قراره با این سوسی که زیرش میمونه سس روی خود غذا رو درست کنیم. نیاز داریم که یه مقداری بیشتر پیاز بریزیم روش. و من اینجا آب پرتقال گرفتم، آب پرتقال تازه. و همین. البته این مقدار خیلی کمی سرکه برنج باید اضافه کنم. این هستش که حالا موقعی که میخوام سس رو درست کنم اون موقع. حالا دوباره میذارمش توی آون برای یک ساعت دیگه بمونه تا ببینیم چطور میشه. دوستان، این اردک ما الان آماده است و ببینید که چقدر کریسپی و ترد شده. حالا من اینو میذارم بیرون حدود 10-15 دقیقه استراحت کنه. تو این مدت اون سس زیرش رو آماده میکنم برای روش و صافش میکنم و حالا بهتون نشون میدم. بعدش هم که سروش میکنم. دوستان، یه چیزی که من فراموش کردم بهتون بگم، ببینید این گردن اون اردکه، گردنش رو همون اول میبریم و میذاریم زیر اردک با پیاز و اینها، که این وقتی که میپزه و اون جوسشون آبش در میاد با اون یه سس بسیار عالی میشه درست کرد که بهتون نشون میدم. خب ما ببینید کاری که میکنیم، اول از همه این گردن اردک میذاریم کنار، نیازی نداریم بهش. ببینید اینا رو به نظر میاد شاید سوخته است، ولی اینا سوخته نیست. خیلی عالی میشه وقتی که درستش میکنیم. و حالا تو این مرحله کاری که میکنیم، این سیر رو ببینید، اینها سیر هستش، سیر رو این پیاز و اون انگورهایی که الان پخته رو ما اول لهش میکنیم کاملا، بعد یک مقداری کم از این سوی سس بهش اضافه میکنیم. ببینید این سوی سس رو نباید زیاد بریزید، این مقدار کافیه، چون قبلا هم بهش نمک زدیم. سوی سس هم که میدونید سرشار از نمکه. حالا این رو من توی یه صافی صافش میکنم و این رو اینقدر میکنم که غلیظ بشه، بعد توی صافی صافش میکنم. خب توی این مرحله ببینید من از سرکه برنج استفاده میکنم. فرق نمیکنه حالا
سرکه برنج اگر نداشتید میتونید یک قاشق سرکه سیب و یک قاشق سرکه سفید رو با هم اول مخلوط کنید، بعد بهش اضافه کنید. این رب انار لبنان اینقدر سفته که من مجبور نمی‌داره آب بریزم توش، ولی از شیشه بیرون نمیاد. کمی بهش میزنیم، چون اگه بنا باشه رب انار زیاد بزنید مزهش غالبه، کل مزه رو از بین میبره. و این رو داریم از این سس باربیکیو، اسموکی، دودی، هرچی که حالا اسمشو میذارید، اینا همه باید مقدار کم باشه چون اینا مزه هاشون غالبن. و اینو که چه رنگ قشنگی گرفته این. حالا این رو من تو مرحله صاف کردن باز دوباره بهتون نشون میدم. تو این مرحله من این رو ریختم توی صافی، اینو کاملا صافش میکنم تا اونجا که ممکنه اون عصارش در بیاد. بعد در انتها چون خیلی هم غلیظ شده نمیشه روی غذا ریخت و کاملا ردش کرد از صافی، آخرش یه مقدار خیلی کم مثل یه ته استکان آب جوش بهش اضافه میکنم و باز دوباره سعی میکنم که صافش کنم. خب این سوسی که ازش آماده شد، درست شد، صاف شد. من سعی کردم تا اونجایی که میشه روغنش رو خالی کنم، ولی خب میدونید دیگه اردک خیلی روغن داره و اصلا روغن من اضافه نکردم به هیچ عنوان. و وقتی که غذامون رو سرو میکنیم این رو برای روش با اون روزماری که من سرخ کرده بودم، تفت داده بودم، با اون تزیینش میکنیم و بیشتر مزه دارش میکنیم. این طعم فوق العاده و بی‌نظیری داره این سس. خب دوستان من این رو کشیدم. حالا از این سسی که با مواد خودش درست کردیم میریزیم روش. اینم اون رزماریشه با کره و مقداری نمک تفت دادیم. اینم اردک